الو بفرمایید خانم. سلام، خسته نباشید آقای دکتر. بفرمایید. ببخشید من یه پسر 15 ساله دارم. ببخشید پسر دیگه هم فرزند دیگه هم دارید یا فقط هم یه دونه است؟ بله یکی دو تا هستن، 13 و 15 ساله هستن. دومی هم پسر عزیز؟ بله بله. خب الان وقت درسای پسرم از کالج میره، حدود یک هفته شده من متوجه کالج میره؟ با یه دختری در چت میکنم. سب کنید 15 ساله کالج میره؟ یعنی که کالج میره برای آمادگی برای دانشگاه. یعنی چی؟ من نمیفهمم کالج میره برای آمادگی برای دانشگاه. نه یعنی که مثل تیف. پسر شما کلاس چندم عزیز؟ کلاس 11 هست. 15 سالشه کلاس 11 است؟ بله به خاطر یکم دیرتر به خاطر از 5 سالگی شروع کرده. چرا؟ میتونم بپرسم چرا از 5 سالگی گذشته به کلاس اول؟ این شرایطش همونجوری بود، به خاطر اینکه نه فقط بخوام بدونم، برای که میتونید بگید چرا. من اگر شرایطش این بوده که بوده، برای که معمولا پسر 15 ساله کلاس 11 معمولا نیست، کلاس 9 میتونه باشه یا 10 ولی 11 نه، ولی میفرمایید 11 است. خب بله من الان تازگی‌ها با یه دختری چت میکنم، خیلی من ناراحت هستم. چرا؟ یه دفعه تذکرم دادم. چرا ناراحتی؟ یعنی میگم که از درسش عقب نرفته. ما اومدیم تو این دنیا درس بخونیم؟ زندگی یعنی در نظر شما اشکال نداره؟ حتما نداره. چه اشکال نداره؟ ما اومدیم تو این دنیا خانم فقط درس بخونیم. شما که از قبلش هم بچه‌ها اینقدر زود بردید گذاشتید مدرسه. ما اومدیم تو این دنیا که کتابا بریم تو مغزمون می‌خوایم با چیکار بکنیم؟ ما اومدیم زندگی کنیم عزیز. تو این زندگی کردن ما گفتن احتیاجاتی دارید باید برآورده کنید. این احتیاجات از طریق کار برآورده میشه. بعد گفتن اگر علم یاد بگیرید کار ساده‌تر، پر درآمدتر برای رفع احتیاجات بیشتر پیدا میکنید. اینی که رفتیم. شما الان بیاید به مردم دنیا عرض کنم که هر چی احتیاج داره برآورده کنید، درصد کمی مایلن خیلی چیزا بدونن. بنابراین داریم ما نمیریم تو این دنیا هیچ کار دیگه نکنیم جز درس خوندن. یعنی نیست که چیز میکنه مثلا ارتباط با یه جنس مخالف داره؟ یعنی نمیدن بیرون یا کسی فقط در طریق چت هست؟ نه اصلا. حالا اگر داشت مثلا شما اصلا از کجا تلفن میکنید؟ از استرالیا زنگ. خب از در استرالیا پسر و دخترای 15 ساله بچهای کلاس 11 که پسر شما هست اونجا، از اگر 100 تا بچه هست چند تاشون به هر حال دوست پسر و دختر دارن یا پسر و دختر با هم حرف میزنن؟ بله زیاد هست. خب شما چرا میخواید بچه رو غیر عادی بار بیارید؟ چرا میخواید بچه رو غیر طبیعی بار بیارید؟ بله چه اشکالی داره؟ فرزند شما قراره با جنبه ها و جلوه های دیگه زندگی آشنا بشه، قراره خودش رو بشناسه، جنس مخالف بشناسه. یعنی من فقط میخواستم ببینم که این مثلا مشکلی در آیندهش اصلا بیاره. نه اصلا من نمیدونم چه مشکلی میتونه بیاره. اگر به من بفرمایید تمام این بچه‌هایی که قصد تحصیلی کنه بخاطر درسش خیلی خوبه. خب نه شما نظر مسئله دارید. شما ممکنه من بفرمایید این همه بچه‌ها با استادانی که در جهان هستن اینا غیر از درس کار دیگه نمی‌کردن؟ شما برید سراغ همون استادای دانشگاه بهشون بگید که آیا شما در سن 15 سالگی پسرید با دخترای با پسرها حرف می‌زنید، رابطه نداشتید؟ از 10 تاشون 9 تاشون میگن حتما داشتیم. پذیراشون استادم شده. شما که نمیتونید از یه بچه ناقص الخلقه بار بیارید که فقط در یک جنبه درس قوی بشه، سرش گنده بشه، بعد دست و پاش چی؟ اصلا عزیز هماهنگی و هارمونیسم رو کاری نکرده. یه پسر 15 ساله‌ای که کلاس 11 است با یه دختر خانمی حرف میزنه که میزنه. چه اشکال داره؟ یعنی من اصلا دخالت نکردم. شما به اندازه کافی دخالت کردید، ولی اگر یکی بتونه دخالت شما رو کم کنه خیلی خوبه. نه من فقط دو وقت که متوجه فقط یه دستم به تذکرم ندادم که مثلا دعوای چیز بهش گفتم که تو مطمئنی به درست لطمه وارد نمیشه. حالا ولی مثلا فرض کنید فرزند شما ورزش میکنه یا نه؟ بله فوتبال میره. خب درسش لطمه نمیزنه؟ فرزند شما این ور اون ور با دوستاش میره یا نمیره؟ انقدر زیاد نخیلی. خب این که گرفتاریه خانم. بیمار درست نکنید تا دستم به دامنتون. باید اجازه بدم با دوستاش برم. اصلا باورم نمیشه شما.
سرکار خانم ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، ما نیومدیم تو این دنیا درس بخونیم. اصلا فرزند شما بالاترین مقامات علمی رو داره، نه آدم میشناسه، نه از زندگیش لذت برده، نه حس داره، نه احساس داره، نه دوست داره. میخواد چیکار کنه با 7 دکترا؟ تک تنها بره بشینه تو لابراتوار یا بره سر کلاس درس بده؟ شما برش عنوان مادرش برش درس بزنیم؟ من اصلا نمیفهمم عزیز. ما یه رشد متعادل میخوایم. من بچه‌هام حق نداشتن شنبه درس بخونن، کتاب میتونستم حالا درس بی‌درس. 2-3 دفعه با معلمین مدرسه‌شون در افتادم وقتی کوچیک بودن که چقدر به اینا تکلیف مدرسه یا هومورک میدید، ولشون کنید. 7 صبح بیدارشون کنیم، 8 تحویل شما میدیم، 3 و نیم برشون میذارید. ولشون کنید دیگه. اومدن زندگی کنن تو این دنیا، نمیرن درس بخونن. شما یه نگاه عجیب و غریبی دارید. بعدم از این طریق میخواید هم احساس امنیت و آرامش کنید، هم دلتون میخواد که اون فقط درس بخونه. من اصلا همچین کسی نمیخوام. من اصلا درس خون نمیخوام. شما اگر با افکار من آشنا باشین، من بچه کتاب خون میخوام ولی درس خون اصلا نمیخوام. ولی که درس خون یه آدم مجبور محکومی است که از سر وحشت و یا میل به اطاعت و فرمان برداری فقط داره درس. اولین فرصتی هست برکت نمیخونه. جان هم دقیقا مثل ما که بودیم وقتی مدرسه میرفتیم، به زور مدرسه میرفتیم. رایت. بنابراین این بلا رو سرشون نیارید عزیز. ما امروز از نظر علمی دقیقاً میدونیم کودک میتونه با شادی، با لذت، با رضایت، با حظ و کیف، با خوشنودی و خرسندی و این آخرش مهمتره، با آزادی و امنیت رشد بکنه. هیچ احتیاجی به این که باید نگران باشه و غمگین باشه و خودش رو محدود و مقید کنه و فکر کنه فقط زندگی یه چیزه نیست. اسم این ناقص الخلقه بودنه. من با استادانی روبرو شدم تو کار تراپی که خیلی مشخص بهش برگشتم گفتم آقای دکتر، خانم دکتر، شما ناقص الخلقه، شما اصلا آدم به درد بخوری نیستید. یه دستای بزرگی دارید 5 متر، بقیه بدنتون شده 1/4 یه آدم. خب خیلی باعث تأسف. ما قراره عزیز یه فرزندی داشته باشیم که پسر خوبی باشه، برادر خوبی باشه، دوست خوبی باشه، شهروند خوبی باشه، پدر خوبی باشه، شوهر خوبی باشه، همشهری خوبی باشه، توی کار ورزش باشه، تو کار فعالیت‌های اجتماعی باشه، تو روابط انسانی باشه، تو خدمت به دیگران باشه، کاری هم داشته باشه، زندگیش هم بچرخه. هدف این نیست که ما یک کسی داشته باشیم که گرفتار توحش تخصص بشه. اصلا همچین موجودی به درد هیچ کس نمیخوره. شما تو هر زمینه اسم این عادت است و اعتیاد، اسم این تعیین نظری و در حقیقت بستن خود و محدود کردن و قید بند به خوده. من اصلا باش راحت نیستم. یعنی من فکر میکنم بی خودی فرزندتون رو برای این جور چیزا گرفتارش نکنید. بعدم این نوع بچه‌ها 2 تا حال پیدا میکنن، یا آنچنان بسته و زبان بسته میشن که آخر کار به صورت برده و بنده و بره گرفتار بردهدار و ارباب و گرگ میشن، یا طغیان میکنن. یعنی یه دفعه میزنن همه چیز رو به هم میریزن، شما گرفتار میشید. تازه این کنارش خطر مشکلات روانی هم وجود داره. خیلی برای پسر آرومیه، یعنی که تمام فامیل ازش تعریف میکنن این خیلی پسر خوبی آرومه. ببخشید آرامش هیچ تعریف نداره. یعنی ببینید شما همینجا من با شما گرفتاریدم. من از یه بچه مطیع، از یه بچه آروم، برای چی بچه باید آروم باشه؟ چرا نباید پرجوش و شور و شوق و هیجان و شادی و لذت و بازی باشه؟ چرا هیجان نداشته باشه؟ چرا شادی نداشته باشه؟ چرا لذت نداشته باشه؟ بله واسه ما درس خوندیم که بعدش چی بشه؟ که مثلا کتاب نوشته باشیم که به رخ این اون بکشیم، نشونشون بدیم، به رخ اونا بکشیم؟ آیا ما میخوایم فقط دل اون خوش باشه که مثلا یه خونه ای داره به جای 2 بدروم 12 اتاق خواب داره، که پول داره خریده، که میخوایم چه کارش کنیم؟ یه ذره بپرسید میخواید کیو داشته باشید عزیز. اصلا من با این کار موافق نیستم. من حتی بچهای باهوش رو چرا با شما سر اون فرستادن مدرسه مثلا دارم؟ بچهای باهوش رو معتقد هستم که بچه باهوشه بذارید 2 تا 3 تا آلت موسیقی بنوازه، بذارید 2 تا 3 تا ورزش رو توش پیشرفت بکنه، بذارید درگیر فعالیت‌های اجتماعی و عمومی بشه، بذارید شبکه‌ای از دوستان و آشنایان رو داشته باشه. نه اینکه بچه باهوش رو بذارید دفعه همه شیمی رو بدونه یا همه اقتصاد رو بدونه، همه بیولوژی رو بدونه. برام چیکارش کنیم؟ ما نیومدیم کسی اینجا قربانی و فدای دیگران کنیم. ما اومدیم زندگی کنیم، با دیگران هم همکاری و یاری و محبت داشته باشیم.
و اونو کاملا میتونم بفهمم، ولی این اصلا از بچه یک بعدی یک قطبی در نمیاد. یعنی من اگر جای شما باشم یه مقدار فرصت و آزادی بهش میدم تو ورزش، تو فعالیت، پس فوتبالش هم بس هفته یکی دو روزه، در حالی که بچه تو این سن و سالی که شما میگید اقلا باید هفته 15 ساعت تو کار ورزش باشه. یعنی حداقل برای که بدن او احتیاج داره که بهش فرصت رشد بده. شما مطالعات رو نگاه کنید، بعد از تولد سلولای مغزی در 2 حالت فقط تولید میشه. قبلا اصلا فکر بیاریم انسان با سلولای مغزی و کانکشن ها و ارتباطاتی که به این دنیا میاد تا آخر عمرش، مثلا نه، سلولای مغزی در 2 جا 2 مرتبه انسان سلول تازه مغزی تولید میکنه. یکی نیو اکسایتینگ اکسپریانس، تجربیات تازه و جدید که بچه‌ها با چیزهای مختلف، حتی با یه آشنایی که همین دختر خانمه روبرو میشن. دوم ورزش، اسپورت. یعنی این دو تا حتی مطالعه نیست، علم نیست، ورزشه و هیجان مربوط به یک تجربه تازه جالب. و بنابراین از اون محرومش نکنید. حتی عشق یه چیزی که انسان میشکفه باشه، در حالی که من شما وقت نگران هستیم که میخواد چیکار بکنیم، ولی تو این دنیا زندگی کتابا رو بزنه تو مغزش که چی بشه. ما قراره هر چیز اندازه داره عزیز. مهمترین مسئله در زندگی اون توازن و بالانسه. یعنی شما یه آدمی میخواید که در زمینهای مختلف همونطور که عرض کردم باشه. یعنی پسر شما تو 20 تا چیز خوب باشه. من وقتی بچه‌ام کوچیک بودن اصلا میگفتم من پسر خوب دوست ندارم، من تا پسر من دارم، من بچه متوسط دوست دارم، من اصلا خوب دوست ندارم، متوسط، تو همه چی متوسط. حتی خدا هم عقلش رسیده، بیشتر آدم متوسط خلق کرده. بیشتر آدمای دنیا متوسط هستن. آدم باید متوسط بشه. روزی که شما اولید از پا در میاد، تنهایید، جدایید و مضطربید و نگران. ممکنه به درد دیگران بخورید ولی به درد خودتون نمیخورید. ما نمی‌بریم تو این دنیا دانشمند تحویل بدیم، ما اومدیم یه انسان خوب تحویل بدیم که خوب زندگی کنه و به دیگران هم فرصت خوب زندگی کردن رو بده و به دیگران کمک کنه. ولی این بسیار متفاوته تا اینکه خودش رو آتش بزنه تا دیگران رو گرم کنه.